لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازند. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما برادران و خواهران عزیز و ارجمند بودم، مطالبی رو که امام طحاوی رحمت الله علیه درباره عقیده اهل سنت و الجماعت در مورد رؤیت الله متعال بیان کرده بود خدمت شما بازگو کردم. به خاطرتون هست که در آن جلسه امام طحاوی رحمت الله علیه فرموده بودند که رؤیت الله متعال، مشاهده کردن الله متعال برای مسلمانان در روز قیامت حق هست. یعنی این که ما اهل سنت و الجماعت بالاتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت، اعم از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل و تمام محدثین اهل سنت و الجماعت معتقد هستند که انسانهای مسلمان و مؤمن در روز قیامت پروردگار خویش را خواهند دید. این عقیده را از کجا گرفتند اهل سنت و الجماعت؟ آیا با عقل خودشون به این باور و عقیده رسیدند، یا این که از منبع وحی الهی و از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم این عقیده را در واقع برای خودشون انتخاب کردند؟ امام طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که این رؤیت عقیده ما هست، معتقد هستیم که رؤیت الله متعال در روز قیامت ثابت هست برای مؤمنان و مؤمنان در روز قیامت حتما پروردگار خویش را ملاقات خواهند کرد و خواهند دید. کما نطق به کتاب ربنا، دلیل ما و مستند ما در این زمینه کتاب پروردگار ما هست. همون گونه که الله متعال در قرآن کریم در آیات متعددی اشاره کرده به این مطلب که مؤمنان و انسانهای با ایمان و انسانهایی که در دنیا به الله متعال و به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان داشتند در روز قیامت الله را خواهند دید. و در درجه دوم امام طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که
و همان گونه که در احادیث پیامبر ما آمده، زیرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح این مطلب را بیان کردند که هم صحیح هست در صحتش و در این که این حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم هست، هیچ گونه شک و تردیدی ما نداریم، هم صحیح هست و هم صریح هست درباره رؤیت الله متعال که مسلمانان در روز قیامت حتما الله متعال را ملاقات خواهند کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم این رؤیت را تشبیه کرده بود برای اصحاب بزرگوار خودش که شما در روز قیامت الله متعال را، پروردگارتان را خواهید دید همان گونه که کسی از شما در دنیا خورشید را یا ماه را میبینید. آیا برای مشاهده کردن و دیدن خورشید و ماه شما دچار زحمت میشوید؟ برای شما مشکل هست، سخت هست؟ آیا برای این که تمام شما در یک جا، در یک میدانی جمع بشوید و نظاره‌گر خورشید باشید مجبور میشوید که یکدیگر را حل بدهید، یا اینکه جایتان تنگ میشود؟ قطعا این گونه نیست. این رؤیت را رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این گونه تشبیه کردند که یعنی این که رؤیت الله متعال رؤیتی هست با چشم و در روز قیامت انسانهای مسلمان پروردگار خودشان را حتما خواهند دید. در ادامه امام طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که هر چیزی که از الله متعال به ما رسیده، یعنی در آیات قرآن، و هر چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث صحیح که به ما رسیده و با طرق صحیح برای ما روایت شده، تمام اینها حق هستند و همان گونه که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم مرادشان بوده و منظورشان بوده، ما به این آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان داریم. پس بنابراین عقیده رؤیت الله متعال یک عقیده‌ای هست که برگرفته از آیات صریح قرآن کریم هست و مستندش احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و حتی میبینیم که شیعه که معتقد هستند که الله متعال را نه در دنیا و نه در آخرت نمی شود که الله متعال را دید، بازم میبینیم که ائمهشون، اون ائمه‌ای که خودشان را به اون ائمه منسوب میکنند، میبینیم که ائمه مانند امام سجاد و بقیه ائمه در دعاهای خودشون از الله متعال میخواهند که لقاء خودش را و دیدار خودش را به آنها نصیب بکند. این عقیده تمام اهل سنت و الجماعت هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم، اصحاب بزرگوارش، اهل بیت گران قدر و ارجمندش، تمام اینها معتقد به رؤیت بودند که در روز قیامت مسلمانان الله متعال را قطعا رؤیت خواهند کرد. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب یک نکته دیگری را بیان می کند و اون مطلب این هست که ما درباره فهم آیات قرآن کریم و فهم و درک کردن احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم پیرو رأی و گمان و هوای نفس خودمان نیستیم. هر چیزی را که مراد الله متعال بوده و در الفاظ صریح و آیات صریحی بیان شده و هر چیزی که مراد رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و در احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت شفاف بیان شده، ما به اون اعتقاد داریم. به این خاطر هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. ما در زمینه برخورد با آیات صفات، با قضیه رؤیت الله متعال، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، با رأی خودمون، با عقل خودمون، با اندیشه خودمون
که صرفاً قطع نظر از آیات قرآن یا فهم رسول الله و فهم صحابه باشد، ما به این آیات نگاه نمی کنیم، بلکه رؤیت ما، نگرش ما به آیات قرآن کریم مستند هست به نگرش و رؤیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، احادیث صریح و صحیحی که رسول الله دارند، و عقیده ما مستند هست به فهم اصحاب بزرگوار رسول الله، اون کسانی که شاهد نزول وحی بودند، و همچنین ائمه بزرگوار. لا ندخل في ذلك متأولین بآرائنا ولا متوهمین باهوائنا. ما این آیات صفات را و من جمله رؤیت الله متعال را با فکر خودمون و گمان خودمون و با آنچه که رأی و نظر شخصی ما باشد نگاه نمی کنیم، بلکه مستند ما آیات صریح قرآن هست با فهم رسول الله و با فهم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. و قطعا این گونه هست. ما اهل سنت و الجماعت فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم را، این را مقدم می‌داریم بر فکر و گمان خودمون، و مستند ما و منبع اساسی ما برای برداشت از آیات قرآن کریم و خصوصا در باب اسماء و صفات اقوال رسول الله صلی الله علیه و سلم و فهم و درک رسول الله و اصحاب گرامی ایشان هست. ما قول رسول الله را و فهم سلف صالح خودمان را، فهم صحابه را، فهم ائمه را بر فکر خودمون، بر افکار خودمون، بر گمانه ها و رأی خودمون ما مقدم می‌داریم. بعد از یک میان برنامه کوتاه انشاءالله خدمت شما باز می‌گردم و مطالبی دیگر را در این زمینه و که در ادامه امام طحاوی ذکر می‌کند در خدمت شما بیان می‌کنم. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. آری بینندگان عزیز و ارجمند، ما اهل سنت و الجماعت فهم و برداشت شخصی خودمان را بر آیات قرآن کریم غالب نمی کنیم. آیاتی را که از جانب الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی شده و نازل شده، این آیات با زبان عربی و با تعبیری بسیار فصیح و بلیغ هست، و این کلام الهی که خطاب به بندگانش هست و خطاب به انسانها هست، کلامی هست قابل فهم و قابل درک. و اگر در مواردی مقداری برای ما فهمیدنش مشکل باشد، برمیگردیم به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و تفسیری که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات را تفسیر کردند، که قطعاً احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتار ایشان بهترین تفسیر و کاملترین بیان هست برای آیات قرآن کریم. بین خاطر اهل سنت و الجماعت فهم رسول الله صلی الله علیه و سلم را
برداشت رسول الله و صحابه و ائمه را بر برداشت شخصی خودشان، بر فکر و گمان خودشون مقدم می‌دارند. زیرا که صاحبان اصلی قرآن، اون کسی که قرآن بر اون نازل شده، رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و مخاطبان اصلی قرآن که عربهای اصیل بودند اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. پس بنابراین در برخورد با آیات قرآن کریم و در فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما برمیگردیم به برداشتی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند و برداشتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آیات قرآن کریم داشتند. بین خاطر هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه این را به عنوان یک اصل در باب عقیده بیان کرده که ما آیات قرآن کریم را با فهم و گمان خودمون و با وهم و خیال خودمون نگاه نمی کنیم و برداشت شخصی خودمان را غالب بر آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیدانیم، بلکه قرآن را و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را و برداشت و تفسیر رسول الله و صحابه را بر برداشت خودمون مقدم می‌داریم. در ادامه علامه طحاوی یک مطلب دیگری را بیان می‌فرماید و میگوید که فإنه ما سلم فی دینه الا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلی الله علیه و سلم. هیچ کسی در دین خودش سالم نمیماند، دینش یک دین کامل و بی‌عیب و نقصی نخواهد بود مگر آنکه از الله متعال و از رسول الله صلی الله علیه و سلم هر چه را میگویند بپذیرد. دین ما چه هست؟ ادعای دیانتی که ما داریم چیست؟ پیروی از الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم. مهمترین اساس و مصدر و منبع شریعت اسلامی و دین و عقیده ما قرآن هست و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر قرار باشد که کسی قرآن را نپذیرد، تسلیم قرآن نشود و تسلیم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نشود، به شرطی که سنت صحیح و ثابت باشد، پس بنابراین قطعا در دیانت اون فرد اشکالی وجود دارد. بین خاطر هست که علامه طحاوی می‌فرماید که هیچ کسی در دیانت خودش و دینداری خودش کامل نخواهد بود، دین هیچ کسی بی عیب و نقص نخواهد بود مگر آنکه هر چرا که الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند آنها را کاملا قبول بکند. حضرت علامه و امام شافعی رحمت الله علیه در این زمینه یک گفتار جالبی را دارند که به عنوان یک اصل و یک معیار هست برای ما در این زمینه. ایشان می‌فرماید که آمنت بالله و بما جاء فی کتاب الله، من ایمان آوردم، ایمان دارم به الله متعال و به آن چیزی که در کتاب الله متعال آمده، علی مراد الله، بر اساس مراد الله، بر طبق مراد الله. ایمان دارم به الله، به کتاب الله، به همون اراده و به همون مرادی که الله متعال داشتند. یعنی در فهم قرآن من برمیگردم به آیات خود الله متعال، توضیحاتی که خود الله متعال داده و هر چیزی را که الله متعال خودش اراده کرده در باب رؤیت، اون چیزی که الله متعال میخواهد بیان بکند همین اصل رؤیت هست، مشاهده کردن هست. دیگه برای معنی کردن رؤیت نباید دنبال تأویل باشیم، دنبال تحریف معنی باشیم. رؤیت در زبان عربی مشخص هست، نظر کردن در زبان عربی معنیش مشخص هست و مراد الله متعال هم این هست. امام شافعی می‌فرماید آمنت بالله و بما جاء فی کتاب الله علی مراد الله و آمنت برسول الله، ایمان دارم به رسول الله صلی الله علیه وسلم و بما جاء عن رسول الله صلی الله علیه وسلم علی مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. به رسول الله ایمان دارم،
به هر چیزی و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده ایمان دارم، به همون منظور و به همون مرادی که رسول الله صلی الله علیه وسلم داشتن. و قطعا این گونه هست. اگر ایمان ما، باور ما به الله و به رسول الله، ایمان و باور ما به آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم طبق مراد الله و رسول باشد، همون چیزی باشد که الله و رسول خواسته اند و اراده کرده اند، پس بنابراین دین ما یک دین کاملی خواهد بود. اگر ما فرموده های الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم را بدون این که اونها را تحریف بکنیم، بدون این که اون اقوال الله و رسول الله را تعویل بکنیم یا تحریف بکنیم و اونها را تفسیر به رأی بکنیم، اگر بپذیریم، دین ما یک دین سالمی هست و ما مسلمان کامل و مؤمن واقعی هستیم. اما اگر قرار باشد که آیات قرآن را و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم را با عقل ناقص خودمون بفهمیم و برداشت ناتمام و ناقص خودمان را غالب بکنیم بر آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم، قطعاً به مراد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم نمیرسیم. و این راهی بوده که بسیاری از متکلمین که از راه قرآن کریم و راه سنت منحرف شدند، در فهم آیات قرآن و در فهم احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم معیار اول و آخرشون عقل خودشون بوده، درک خودشون بوده، میبینیم که در آخر راه به این نتیجه رسیدند که فکر و وهم و گمان ما و عقل ما در این زمینه کارایی نداشته و آن چیزی را که باید به آن میرسیدیم نرسیدیم. یکی از متکلمین معروف که ابو عبدالله هست، محمد ابن رازی، یک شعری را گفته در آخر عمر خودش که دلالت بر این دارد که اگر ما بخواهیم قرآن و حدیث را و خصوصا آیات صفات را که درباره ذات و صفات الله متعال هست با فهم خودمون و با عقل خودمون با اونها برخورد بکنیم و بر اساس برداشت ناقص خودمون اونها را بفهمیم، به نتیجه نخواهیم رسید مگر این که خود قرآن را و احادیث رسول الله را و فهم سلف صالح را یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را معیار قرار بدهیم. ایشان میگوید که نهایت و اقدام العقول عقالو، نهایت و فرجام و سرانجام اقدام عقلها، اقدام و عملی که عقل میخواهد انجام بدهد برای فهم آیات قرآن کریم قطع نظر از مراد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم، میگوید این اقالون، این یک نوع دامی هست و یک نوع گریهی هست در واقع و یک نوع در واقع دور بودن از مراد الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. نهایت و اقدام العقول اقالو، فرجام و نهایت اقدام و عملکرد عقل بستن هست و گره هست. و غایت و سعی العالمین ضلال، و آخرین مرحله و آخرین پایگاه سعی جهانیان، کار و کوشش جهانیان که قطع نظر و دور از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد، ضلال، و اون در واقع یک نوع گمراهی هست. اون چیزی هدایت هست که مستند به قرآن باشد و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم و مطابق با فهم رسول الله و سلف صالح این امت باشد. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست درباره رؤیت الله متعال که ما معتقد هستیم که آیات و روایاتی که در زمینه رؤیت الله متعال برای ما نقل شده و در اختیار ما هست، این آیات و روایات همون گونه که الله متعال مرادشان بوده و رسول الله مرادشان بوده و اصحاب بزرگوارشون را فهمیدن، این مطلب هست که رؤیت الله متعال در روز قیامت ثابت هست
مؤمنان قطعاً پروردگارشان را در روز قیامت خواهند دید و این بالاترین نعمتی هست که الله متعال نصیب انسانهای مؤمن و مسلمان می کند و ما اهل سنت و الجماعت هیچگاه برای فهم یک آیه معیار اصلی و اساسی ما عقل نیست. گرچه عقل می تواند بسیاری از مطالب را بفهمد، اما اگر در یک جای عقل ما با احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم یا با ظاهر آیات تضاد داشت، ما هیچگاه عقل خودمان را و برداشت شخصی خودمان را بر آیات و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم غالب نمی کنیم و این عقیده تمامی اهل سنت و جماعت است. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر را از کتاب عقیده طحاوی خدمت شما بیان خواهم کرد، تمام شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.